گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 83. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. باب سیوم، خلق تاجیک در عرفه و دوره انقلاب سالهای 1905-1907. یکم، وضعیت کشور ترکستان در عرفه انقلاب. زیرباب مذکور اثر تاجیکان به تحلیل وضع اقتصادی و اجتماعی کشور ترکستان، رشد مؤسسه های صناعتی، تشکل نظام بانکی و افزودن سرمایه آنها، احوال عامه خلق در این کشور روانه گردیده است. ترقیات صناعتی کشور ترکستان، سرمایه بانک ها. اکادمیک بابا جان غفورov تأکید می کند که در آخر عصر 19 و اول عصر 20 کپیتالیسم در روسیه پادشاهی به مرحله عالی انکشاف خود، یعنی مرحله امپریالیستی قدم گذاشت و البته رشد مناسبت‌های کپیتالیستی در روسیه به اقتصادیات کشور ترکستان نیز تأثیر جدی رسانید. گرچند حکومت پادشاهی روس می‌خواست آسیای میانه را همچون منبع اشیاء خام و بازار فروش مصنوعات صناعتی روسیه نگه دارد. پیشروی و دیگرگونی پیش از همه در رونق صناعت، علل خصوص صناعت استخراج معدن و کارکرد اشیاء خام بیشتر به نظر می رسید. استحصال انگشت، نفت، فلز رنگه و موم طبیعی، آذاکریت با سرعت افزایش می یافت. و این پیش از همه پیدایش کارخانه های کارکرد اولیه اشیاء خام، کشیده شدن شاخه های نوی راه آن مساعدت می نمود. در این روند کانهای انگشت ولایت های سمرقند و فرغانه و مثل سلوکته، قزلکیک، شوراب، اندیجان اهمیت کلان پیدا کردند. در اویزد خوجند نیز 5 کان انگشت N.A. افسیانیکوف و شریکانش یم کراوزه پترووا، وارثان ایوانوف و کوهکار ناویکوف موجود بود. در همین دوره یعنی ابتدای عصر 20 استحصال نفت رو به انکشاف آورد. بایترین کانهای نفت منطقه سنتا و شیمیان وادی فرغانه چلکان بحر کسپی محسوب می یافتند. ساحه دیگری رو به انکشاف نهاده صناعت پخت تازه کنی بود که با شماره زوادها در جای اول می ایستاد.
در کشور ترکستان ابتدای عصر 20 230 کارخانه پخته که از نیس زیادش در وادی فرغانه بود فعالیت میکرد. جای دوم را از جهت شماره صناعت روغن می گرفت که محل اساسی چنین کارخانه ها نیز فرغانه بود. علاوه به این کارخانه ها زوادهای شرابکشی، چرمگری و روده تازه کنی نیز مقام نمایان داشتند. برابر کارخانه های صناعتی به اقتصادیات آسیای میانه بانک های ایمپریای روسیه نیز توجه خاصه داشتند. مثل زنبروغ بعد باران در شهرهای تاشکند، سمرقند، اندیجان، خوقند، بخارای نو، کاگان و دیگر شهرها نه تنها شعبه های بانک دولتی بلکه شعبه و شعبچه های کارخانه های گوناگون مالیه پیدا شدند. بانک ها اساساً سرمایه خود را به صناعت پخته می زدند ولی از دیگر ساحه های اقتصادیاتی آسیای میانه هم رو نمی گرداندند. مثلا بانک روسی تجارت خارجی به سودای پوستی قراکوری، بانک روس و ازاو ساختمان راه آهنی بخارا و اجاره زمین، بانک ازاودان تمام خرید پخته و کارکردی نخست آن، بانک تجارتی سیبیر، بانک حسابی و بنک دهنده مسکو خیلی فعال بودند. در یک خود شهر بخارا در سالهای جنگ یکم جهانی 8 شعبه بانک ها کار میکردند. یکی از آفتهای مدهش اقتصادیات ترکستان سودخوری بود که بر رواج آن بانک ها خیلی مساعدت میکردند. بانک ها به شرکت های کلان پخته و دیگر خواجگی ها پول قرض میدادند. در بالای این پول جنگ و جنجال و ماجرا و خرخشه زیادی میشد. این پول از دست یک عالم گماشته و وکیل و میانرو و جلاب و دلال گذشته فایز خود را زیاد میکرد. ترازودار حتی از سوداگر سیرپول یا بانک بونک کلان گرفته به طرز کوتره پخته زیاد را میخرید. احوال مهنتکشان. اکادمیک باباجان غفوروف تحلیل موضوع را از آن آغاز می نماید که تمام وزنینی های اجتماعی و اقتصادی به دوش مهنتکشان می افتید و آنها را به غلامان یکمره یک عالم سودخوران تبدیل می داد. دهقانی که زمین خود را به گرو مانده از سودخور قرض می گرفت اکثر وقت آن را در مهلتش دادن نمی توانست و از زمین خود محروم می شد. دهقانان خانه بردوش یا بطرک یا چاریکار یا خود کارگری عادی می شد ولی برابر این شماره زمینداران کلان و بایها می افزود. بای زمین دهقانی به علاج را خریده می گرفت و با این راه صف زمیندارانی نیم فیعدلی و بای هم زیاد گردید. مثلا سال 1908 در اویزد خوجند یک چند بای صدها دسیاتین زمین داشتند و 1369 خواجگی دهقانان عموما زمین نداشتند. 1000 خواجگی باشد از 1 تا نال و از 125 تناب زمین داشت. در خوجند، اوراتپه، ناو و کانی بادام نرخ 1 دسیاتین زمین 4.8 سوم بود. از طرف دیگر پخت جلابان و سودخوران از بیسوادی و نادانی دهقانان استفاده برده آنها را فریب می دادند و اموال آنها را تله و تاراج می کردند. همه این تجزیه طبقه دهقانان را سرعت می داد. مستملکه بودن کشور، ساخت اجتماعی و اقتصادی امارت، درجه نهایت پست صناعت باعث آن می گردید که دهقانان پرالتر نه بلکه پاوپریزم به نهایت وسعت می یافت. دهقانان از یک پارچه زمین خود محروم شده برای از گشنگی نمردن به کارخانه های صناعتی می رفتند.
در عرفه سال 1905 در آسیای میانه تا 32,000 نفر کارگران بودند که 77% آنها را کارگران ملت‌های محلی تشکیل می‌دادند. دهقانانی بینوا گشته در جستجوی کار به شهر روانه می‌شدند. شماره زیادی کارگران تاجیک را مردکاران، کارگران موسمی که در کانها، کارخانه‌های ولایت سمرقند، زوادهای پخته فرغانه، در ساختمان راه آهن کار می‌کردند تشکیل می‌دادند. در ادبیات بدیعی، ایجادیات شفاهی مردمی روزی سیاه مردکاران تاجیک و غریب به شکل گوناگون توصیف یافته است. در عین زمان از دهات به شهر رفتن اهالی به فهمیش و جهانبینی مردکاران و یا کارگران موسمی تأثیر جدی می‌رسانید. مردکاران تاجیک از دیار خود برآمده با کارگران دیگر خلق و ملت‌ها وامی خوردند و با همراهی آنان تمام عذاب و اذیت استثمار کپیتالیستی را از سر می‌گذرانیدند. در بین اولین کارگران تاجیک بعضاً به مقابل ظالمان اسیان‌های نامتشکل سر می‌زدند. اسیانی که سال 1885 در کانهای انگشتی زوران کشتوت ناحیه پنجکین به عمل آمده بود به این مثال شده می‌تواند. دوم، وضعیت امارت بخارا در عرفه انقلاب سالهای 1905-1907. در زیرباب دوم اکادمیک باباجان غفوروف وضع امارت بخارا را در عرفه انقلاب سالهای 1905-1907 در روسیه، تجارت و سمت‌های رشد آن، احوال قشرهای استحصال کننده و شور و آشوب‌های مردمی در قلمرو امارت به وقوع آمده را تحلیل می‌نماید. اساساً تأکید می‌نماید محقق در نیمه دوم عصر 19 انیقترش از سال 1868 تا آخر عصر امارت بیشتر استقلالیت خود را از دست می دهد. سال 1886 در بخارا اگنتی سیاسی امپراتوری روسیه تأسیس می یابد که تابع وزیر کارهای خارجی و گنرال گوبرناتوری ترکستان بود. اگنتی در امارت بخارا سیاست مستملکه‌داری حاکمیت پادشاهی را عملی می نمود. در قلمرو امارت لشکری 8,000 نفره پادشاه موجود بود که آن خط سرحد و نقطه های مهمترین استراتژی امارت را اشغال می کرد. سال 1895 قلمرو امارت به سرحد عمومی گمرکی امپریای روسیه همراه کرده شد. امیر به اجازت گنرال گوبرناتوری ترکستان حقوق سیکه زدن پل را از دست داد. در پایتخت امارت شعبه بانک دولتی روسیه و بانک‌های خصوصی گشاده شدند. اما اقتصادیات امارت بخارا مخصوصاً ناحیه‌های شرقی آن مثل پیشتر خصوصیت نهایت عقیب مانده کشاورزی داشت. در ناحیه‌های تاجیک نشین صناعت عموماً نبود. در تمام بخارای شرقی تنها در جلیکول حالا دوستی یک زواد خوردی پخته موجود بود. با کوشش عالمان و سیاحان مشهور روسیه چاریک آخر عصر 19 در حدود منطقه کانهای کلان انگشت، طلا، آهن، قراشیم، میس، سلیتره، نمک و غیره کشف شدند. ولی به استفاده با ثمر این کانها قفامانی عمومی اقتصادی بخارا مانع می شد. اما تشکیل استفاده کانها در اختیار صاحبکاران امپریای روسیه بود.
مهندس P.N. ژارافکا پخارسکی سال 1895 با امیر شرطنامه نموده حقوق استفاده طلای بیکی بلجوان و درواز را به دست آورد. از جمله او در ساحل دریای یخسو در بلجوان کان طلا را به کار انداخت. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصر علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов نشر مختصر علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 83. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چه جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.